شهرآشوب، صفحه 62 و 63. در واژه شهرآشوب میتونیم چند معنا رو در نظر بگیریم. یکی این که آشوبی که در شهر میفته و البته رنگ شهرآشوب با اون حالت شاد و ریتم رقص‌آور و محرکش وقتی نواخته میشه میتونه در شهر آشوب بیفکنه. از این منظر میشه به شهرآشوب نگاه کرد. اما در لغت شهرآشوب به معنی زن فتنه‌گر یا فتانه یا زن اغواگر، زن افسونگر هستش. شاید این شهرآشوب در معنی همین زن افسونگر باشه، زنی که با زیبایی و دلبری افراد رو مسحور خودش میکنه. این رنگ هم واقعا این انرژی رو داره. حلالی جغتایی میگه که ماه شهرآشوب من هرگه به راهی بگذرد، شهر پر غوغا شود چونان که ماهی بگذرد. اما شهرآشوب در شعر به نوعی از شعر گفته میشه که در اون به صنعتگران و پیشوران پرداخته بشه و در مدح و ذم اونها صحبت بشه که بیشتر در مدح اونهاست. البته نوعی شهرآشوب هم داریم که در مدح یا نکوهش اهالی یک شهر یا یک روستا ساخته شده. از جمله شاعرانی که به این سبک و سیاق پرداختن مهستی گنجوی است. شهرآشوب‌ها معمولا در قالب‌های مختلف سروده می‌شدند، اما بیشترین اونها رباعی هست. قصیده، غزل، قطعه، مثنوی از جمله قالب‌هایی است که شهرآشوب در اونها ساخته می‌شد. نام دیگه شهرآشوب‌ها شهرانگیز، دهرآشوب، عالم‌آشوب و فلک‌انگیز هم بوده. به عنوان نمونه از مهستی گنجوی یک شعری درباره نعلبند، کسی که به شغل نعلبندی می‌پرداخته هست، به این شکل که آن کودک نعلبند داس اندر دست، چون نعل بر اسب بست از پای نشست، زین نادره تر که دید در عالم پست، بدری به سم اسب هلالی بربست. خود رنگ به معنی رقص در زبان هندی هست و این واژه در احتمالاً از زمانی که مناسبات بین ایرانیان و هندی ها در دوره نادرشاه افشار بسیار زیاد شد، احتمالاً به موسیقی ایران راه پیدا کرده، مثل راک که از واژه راگای هندی به موسیقی ایرانی اومد. رنگ کلاً به قطعاتی میگن که برای موسیقی رقص استفاده میشه و این رنگ شهرآشوب که در دستگاه‌های مختلف میشه اون رو اجرا کرد و با رعایت یک سری قواعد و رعایت این ریتم و این فرم میتونیم ما در ماهور، چهارگاه، شور، رازپنجگاه و حتی در همایون و دستگاه‌های دیگه هم اون رو اجرا کنیم. رنگ شهرآشوب بلندترین قطعه و رنگ در موسیقی ایرانی به شمار میره. استاد فرامرز پایور برای اون 33 بخش قائل شده و اون رو با 33 بخش عنوان کرده با اسامی مختلفی از جمله گلریزان، پروانه یا پروانه کبیر، رهاوی، زیرکش سلمک، سلمک، شهناز، رضوی، بیات ترک یا بیات پروانه صغیر، افشاری، رقص چوبی و قرایی، دشتی، دشتستانی، حاجیانی، رنگ مات، دستان العرب، ابوعطا، حجاز، پا ارمنی، اوج اول، اوج ثانی، اوج ثالث، چرا مخمل نمی پوشی، چرا با ما نمی جوشی و فرود، هشتری، پروانه هشتری و خاتمه. شهرآشوب رنگی است که به اکثر گوشه‌های دستگاه می‌پردازه و حتی گوشه‌های جدیدی رو که در خود ردیف
بهشون نپرداختیم میتونه معرفی کنه و از این لحاظ به نوعی دوره‌ای بر دستگاه‌های مختلف، دوره‌ای بر گوشه‌های مختلف دستگاه و حتی مقام گردانی و پرده گردانی است. نکته‌ای که باید رعایت کنیم در مورد انگشت گذاری است. انگشت گذاری مهمترین اصل در راحتی نوازنده در ساز. باید سعی کنیم از حرکت‌های قرینه در جابجایی‌ها استفاده کنیم. مثلا وقتی می‌خوایم تا نوت می بمول از سل پایین بریم، بهتره که بزنیم سل لا سی، انگشت اولمون بیاد رو دو، دو ره می، یعنی با 3 انگشت و 3 انگشت قرینگی ایجاد کنیم. همچنین خیلی موقع‌ها بهتره که ما از سیم زرد و امکانات سیم زرد استفاده کنیم تا از جابجایی زیاد پرهیز کنیم. آقای جلال ذوالفنون اعتقاد به انگشت اول و در جابجایی ها داره که به نظر من این نادرست هست و هم کار ما رو کندتر میکنه و هم دقت عمل ما رو پایینتر میاره. بهتره در مواردی که میخوایم جابجا بشیم جوری حرکت کنیم که یکی دو نوت بعد از اون رو هم ببینیم و نیاز نباشه که هرگاه خواستیم حرکت کنیم دوباره باز از انگشت اول استفاده کنیم. این کار خیلی ما رو کند میکنه و دقت کارمون رو پایین میاره و ممکنه دستمون روی پرده های مقدار جابجا بشه. البته من سعی خواهم کرد پرده انگشت گذاری های آقای جلال ذوالفنون رو توضیح بدم و بعد انگشت گذاری پیشنهادی خودم رو هم در مجموعه درس های بعدی و این درس اعمال کنم. به هر حال میتونیم بگیم که یک نوع انگشت گذاری وجود نداره و نوازندگان آزادن به تصمیم با فکر خودشون این انگشت گذاری ها رو تغییر بدن. در رنگ شهرآشوب قسمت اول علامت سرکلید سی بمول، می بمول و لا کرونه. دقت داشته باشیم که این قسمت اول خودش دو بخش به حساب خواهد اومد. یک بخش که از ابتدا شروع میشه تا اواسط خط پنجم که دوباره یک پایه بمسل سل بمسل شروع میشه و این آغازگر قسمت دومی است که مد نظر ماست. هر دوی این قسمت ها جمله فرود و پایانیشون یکسانه و میتونیم اون رو از آخرین میزان خط سوم در نظر بگیریم، جایی که میگه فا سول لا سی دو دو سی لا تا انتها، که در صفحه بعد یعنی در صفحه 63 خط چهارم آخرین میزان این فرود اتفاق افتاده. پس دو بخش کلی داریم، هر بخش با پایه بمسل سل بمسل شروع میشه و فرودمون یکسان هست. مجموعه این دو قطعه رو میتونیم در ابوعطا و حجاز ابوعطا بدونیم. قسمت اول در ابوعطا و حال و هوای ابوعطا، قسمت دوم در حجاز و حتی اشاراتی به جامه دران خواهد بود. هرچند میدونیم که فضای شور و فضای ابوعطا کاملا یکسانه و خیلی شبیه به هم هستند و خیلی جاها مرزبندی برای اونها کار سختیه، ولی در این دو قطعه ما میتونیم اینطور بهش نگاه کنیم. قسمت اول ابوعطا که حرکت هایی است از دو به سمت پایین و قسمت دوم حجاز که حرکت هایی است از ره به سمت پایین و جاهایی که به می بمول بیشتر نگاه میکنه نگاهی به جامه دران هم خواهد داشت. پایه اولیه بمسل سل بمسل بمسل سل بمسل. این پایه است که در اکثر شهرآشوب ها اجرا میشه. بعد از اون چون موسیقیمون از ضرب بالا میخواد شروع بشه یا از ضرب دوم شروع بشه، برای پر کردن سکوت یه بمسل سل دیگه استفاده میکنیم، بمسل سل. بعدش میگیم بم دو سی لا لا که در از این میتونست بگیم یک ضرب سکوت، بعد حتی 4 پای دوم سکوت. از 5 و 6 موسیقیمون شروع میشه 1 2 3 4 2 سی لا لا سی لا سل سل.
ولی خب برای پر کردن اون سکوت ها از پایه ها استفاده شده و واخون ها. بم سل سل بم دو سی لا لا. حالا این فراز یه پله پایین‌تر، بم سی لا سل سل، همین یه پله باز پایین‌تر، بم لا سل فا فا. یه حرکت فروشو داشتیم. حالا برعکس برشش استفاده میکنیم، بم فا سل لا، همون فرازه فقط برشش. دوباره فروشو، بم سی لا سل سل، دوباره برشو، بم سل لا سی سی، که اینجا یک یک میایم پایین، بم دو سی لا لا. همین کاربازی پله پایین‌تر، بم لا سی دو دو، بم ره دو سی سی، بم دو سی لا لا، سی لا سال. اینجا ما رو آماده میکنیم برای فرود، جمله فرودی که در اکثر شهرآشوب‌ها استفاده میشه و در اینجا هم دو بار برای قسمت اول و دوم اتفاق افتاده. قسمت سیاه دو تا دلاچنگ و چنگ رو به این شکل اجرا میکنیم که از 1 2 3 4 5 6 هر میزانمون 1 و 2 مربوط به سیاه اول، 3 و 4 مربوط به سیاه دوم، 5 مربوط به 2 تا دلاچنگ و 6 مربوط به چنگ آخره. میتونیم اون 5 رو به دو قسمت به صورت پنجو بخونیم. 1 2 3 4 5 و 6، 1 2 3 4 5 و 6، 1 2 3 4 5 و 6 تا ریتممون در بیاد. پس شد لا لا سی لا سل. جمله فرود فا سل لا سی، اینجا از سل به لا یک یک حرکت کردیم، دو دو سی لا، انگشت اولم میاد رو سی، سی دو ره دو. در اینجا به نظر من انگشت دوم بیاد رو سی بهتره، سی دو سی لا. کتاب خواسته بگیم سی دو سی لا و انگشت اول حرکت کنیم. بعدش سل سل لا سی دو، همه اینا رو کتاب با یک آورده، ما میگیم سل سل لا سی رو انگشت اول میاریم، سل سل لا سی دو، که از حرکت زیاد پرهیز بشه. سی دو سی ره دو سی لا سل، کتاب همه اینا رو با یک آورده، سی لا سل. یه پله پایین‌تر، لا سی لا دو سی لا سل فا سل. و بعد دوباره پایه داریم، این بار از سل سیم زرد استفاده میکنیم، بم سل سل بم سل بم سل سل بم سل. شروع قسمت دوم این مجموعه که میاد به سمت حجاز اباعتا. بم قسمت قبلی در اباعتا بود، اینجا در حجاز. بم ره دو ره ره دو سی، همین فرازی پله پایین‌تر، بم دو سی دو دو سی لا، باز همین یه پله پایین‌تر، بم سی لا سی سی لا سل. این جمله رو دوباره تکرار میکنیم با کمی تغییر، یک واریاسیونی روش داریم. شروعش مثل قبلیه، بم ره دو ره ره دو سی، بعدش به جای اینکه بگیم بم دو سی دو دو سی لا میگیم سی دو دو سی دو. این تغییر رو داریم، دو سی لا، دوباره یه پله پایین‌تر، لا سی سی لا سی سی لا سل. بعد میریم به منطقه جام دران که بین می بمول و ره قرار گرفته، میگیم بم میره میره دو سی. این مثل همون جمله قبل هست، فقط کمی تفاوت داره. به جای اینکه بگیم من میره میره دو که در اونها به همین شکل بود، حالا میگیم بم میره میره دو سی، یه پله عقب‌تر، بم ره دو ره دو سی لا، یه پله باز عقب‌تر، بم دو سی لا سل. همین کار یه پله عقب‌تر، بم سی لا سل فا. حالا میریم به سمت جمله بندی جدید. جمله بندی جدید از فا شروع میشه، فا رو میاریم انگشت اول در سیم زرد، میگیم بم فا فا بم فا، میره پایین، بم فا می فا ره می دو ره. همین سیستم یه پله میخواد بیاد عقب. بعدی میگه بم سی سی بم میره می دو ره سی دو، همین کار یه پله عقب‌تر، بم لا لا بم ره دو ره سی دو لا سی، باز عقب‌تر، بم سل سل بم دو سی دو لا سی سل لا، یه پله باز عقب‌تر، بم فا فا بم سی لا سی سل لا فا سل. این نوع انگشت گذاری کتاب بود. انگشت گذاری من به این شکله که میگیم بم فا فا، میایم پایین، بم فا می فا ره می دو ره. حالا سی رو از سیم زرد میاریم انگشت سوم، برای اینکه دیگه عقب نریم الکی، بم سی سی بم میره می دو ره سی دو، و لا کرون از سیم زرد میاریم، بم لا لا بم ره دو ره سی دو لا سی. در این حالت قرینگی بیشتر خودشو نشون میده
و اجتناب میکنیم از حرکت های زیاد. بم سل سل بم دو سی دو لا سی سل لا، از فا بم فا فا بم سی لا سی سل لا فا سل. جمله جدید به این شکله: بم سل سل بم سل لا سی سی لا سل. با کمی تغییر همین جمله میگه بم سل سل بم سل لا سی سل سی لا. انگشت اول میاد روی لا، یه پله پایین تر اجرا میکنیم همین جمله رو: بم لا لا بم لا سی دو دو سی لا، بم لا لا بم لا سی دو لا دو سی. یه پله باز پایین تر: بم سی سی بم سی دو ره ره دو سی. حالا پنجه دوم این فراز رو که ره ره دو سی باشه، یه پله میبریم عقب: دو دو سی لا، و یه پله از عقب‌تر از سی 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 لا سل. جمله پایانی: فا سل لا سی دو دو سی لا، سی دو ره دو سی دو سی لا، سل سل لا سی دو سی دو سی ره دو سی لا سل، لا سی لا دو سی لا سل فا سل. و فرود بالا کبوتری: سل دو سل. با سرعت 72 اجراش میکنیم.